تموم شد. خیلی تاثیرگذار. خب قبل از اینکه بازش کنیم بگیم که این اولین کلیپ یوتیوبمونه و هیچی حالیمون نمیشه. با معرفی کردن خودمون شروع میکنیم. ما تو هم همکاریم هم کلاسیم. دیگه هم کلاسی نیست. بریم شروع کنیم باز کردن این خوراک عجیب غریب. با دست ازمون حمایت کنید تا بیشتر بدونید. نگاه داخلش یا رفیقم کلی ذوق داشت بابتش. بیا این عشق تو رو باز کن. املت خیلی اصرار داشتم برای این تخم. آره چجور باز میشه؟ خب بچه دیگه برای امکانات کممون از 2 تا گوش استفاده میکنم. اولین بارمونه زیادم خوراکی نخریم. جاوی داشت نکن. خب بیا بچه این مایتابشه. خب اول املته. این چیزاشو بریز، روغن رو بریز. فکر کنم باید روش میریختی. اول روغن رو میریزی، حالا یه کمی زیرش بریز، یه کمی هم روش بریز دیگه. ما نمیدونم دهن سوزندش سرویس. چرا اینم سفته بچه ها؟ مثل سوراخ شده ولی نمیدونم کجاش. اینجا روغن میریزیم. روغن نمکی. میخوای با چی بازش کنی؟ فقط سوراخ شد. سیرخ بیا I'm a Barbie girl in the Barbie world, life in plastic. 2 hours later. نمیاد پایین. جسودش بذار با کفگیرش در بیاریم. خرابش بابا نکن. خودش یه اینجوری میزد تو مالش. ببین بچه ها روغن میخوایم روشم بریزیم. صدا میده، نه واقعا صدا میده ولی ارزش نداره. چرتیه این چرتایی که من اصرار کردم بخره. فکر کنم واقعا زرده تو خورد آخرش کجاشه. دهن سرویسی اینا رو بگش خواهیم. زنم بشنم باید بازی. صداشو میشنم، صداشو خود تو دست خب خود نریزیش تو اول بسته کن. چرا نرمه؟ یه حالت چندش آوری داره. نه دیگه مثل آدم بخور. Nice. بچه ها مزه خاصی نکن. بزن بالا. بیا نمیری برو. Nice. پول داری پول. چه مزه خاصی نمیداد به نظر زنش هم مزه کنه. خوشمزه نه. خوشمزه اگه خواستی اینو خالی بخوره. اینه یا این یا میگوه. اینا میگو شربت. اسمش شد؟ اسمک میگو. حالا من فکر میکنم خیلی خوشمزه است. ما فکر میکنم که خوشمزه ولی معمولا بلاگرها که یا یوتیوبرها که چیزای میگویی و دره یا اینجور چیزا میخرن میگن که خیلی بدمزه است. بوی چیپس هندی میده میدونی؟ خوشمزه؟ بچه خوشمزه است ولی
مزه چیپس هندی میده. من دوست دارم. خوشمزه. خب اسنک خرچنگ. ما جنوبی دیگه همه چیز جنوبی هم می‌کنیم. غذای دریایی. کنفوکا. اگه این ویدیو بازدید بخوره چالش چیه؟ بفهم بسیار نه که داخل چیزم. خوشمزه. خب یه چیز ترش. اینم گفت آدامسه. آدامس ترش ولی بکنم مزه انگور هم هست. از انگور گرفت. از بلاگر ها داریم یوتیوبر ها درست کیلو. این نسش باید فکر کردی بعد به من میگه تو کنفوکاری و اینا. بچه ها یه بسته بزرگه با کلی بسته های کوچیک داخلش. بده بعد آدامسه دیگه این آدامسه ترشه. اگه میخوان ادامه ردیم بلاک بکنیم. اوه نگاه قیافه. نه دیگه بلاک نکنید. نمیتونی آدم ها نفس میکشن. قیافه شو. اوه ترشه. آب نباته. آدامس نیست. خوب بود. نه دلیات داغون شد. شکرت نمیشه. بچه اونقدر ترش نیست ولی خوشمزه است. امتحانش ضرر نداره. پس ما بریم اینو بپزیم. بیان حس میکنم کردن تو پاشم. کبابه. الو. خب ما اومدیم اینا بختیم. بچه این فکر سوخت. کربون شد بقول خانمه. همجور کپش بده من دستم. اوه بچه کش چه کشفی این بدی اینه که بدی. چه باله مثل کارتونای بسیگم. نظر ندارم. کور میشی پیش من. ای سخته. این چی؟ خود بخورم. نمیخوام. ببین هم نه بده داداش. بده داداش دادم. میمیره. چرا؟ صدا از کجا شد؟ خب اینجا. میریم خوراکی آخری. آدامس. کدومش؟ دوتاش ترکیب میکن. این صورتیه. برعکس چیزی که تو قیافش پیجش زد؟ بود. اصلا این شکلی نبود تو پیجش. طورشه؟ لاستیک. یواشکی آدامس. آدامس لواشکی. واه بچه خیلی ترش. خیلی سفته. واسه کسی که کامپوزیت دارن و ارتودنسی دارن و اصلا نخور. ارتودنسی شامل ایشون نمیشه اصلا. رفت پایین. چه؟ این تا شد؟ این امتحان کنیم. میخوای تا آخر بخوریم نه؟ آره باشه. خیلی ترشه. خیلی ترش. میدونی مزه اولاشون ترش نیست بعد که میخوری متوجه ترش بودنش میشی. صورتیه. اونه همونه. دوستاشون نخوریمش. دوستاشون یه رنگی میخوای از این بخور. داداشم بلشون. نه نه مزه این فرق میکنم. فرق میکنه؟ چه مزهاشون فرق مزه آدامس میدونم. آدامس موزی. اوه وای. نه درست
تا شهد داره. وسطش یه چیزیه. نخور. کامبوزیته نخور. من خوب دارم هرشب بابا خب بچه این آخرین چیزه بود که سفارش دیدیم سابسکرایب میکنم آره ما هنوز تو این اصلا زندگی میکنم. خب اگه دوست داشتین ویدیومونو سابسکرایب کنین، زنگوله رو فعال کنین، میخواین ویدیوهای بیشتری از ما ببینین از ما حمایت کنین، ما هم به دوستاتون معرفی کنیم. بازهای وارداتی و بذار سپرایز کاره شن دیگه دیگه. سپرایز شن. بای بای. خدافظ.